الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که تقوا چیست و یک صحبت در مسئله تقوا بکنید، زیرا که امروز شکایت از کمبودی تقوا داریم و چه چیزها سبب می شود که تقوا زیاد بگردد. بارک الله فیکم. اولا تقوا در شریعت این ترس از الله رب العزت و الجلال است و عمل نمودن به قرآن است. و علما در حقیقت از صحابه هاگان، تابعین و علمای صدر اسلام در مسئله تقوا سخنهای بینهایت زیاد گوناگونی دارند. و اما علما میگند التقوى نور من الله و اطاعت الله رجاء ثواب الله و طاعت الله رجاء ثواب الله. تقوا نور است از جانب الله و طاعت الله را انجام دادن و امرهای کرده الله را بجا آوردن و عمل نمودن به امید رحمت الله و ثواب و جنت الله. و ترک المعصیه خوفا من عذاب الله، و ترک نمودن گناه و معصیت از ترس عذاب الله، قدرت الله، قهاری الله رب العزت و الجلال. پس تقوا این عمل نمودن به امرهای الله و ترک نمودن گناه، این چونین ترک نمودن گناه و معصیت، عمل را به خاطر الله انجام دادن به امید جنت و به امید رحمت الله، و گناه را ترک نمودن به خاطر این که از الله ترسیدن، به خاطر ترس از الله و به خاطر نجات یافتن از دوزخ و ترس از دوزخ. بارک الله فیکم. و سخنهای علما را و صحابگان را وقتی که نظر میکنیم، از علی بن ابی طالب یا که عبدالله بن مسعود یا که ابی الدرداء و غیره، این چنین میبینیم که همین معنا را میدهد. و ابن عباس رضی الله عنه و از تابعین حسن بصری رحمه الله و غیر ذلك. پس تقوا عمل نمودن به امرهای الله به خاطر رحمت الله و به خاطر ثواب و جنت الله، و ترک نمودن گناهان از شرک و کفر و نفاق و تا تمام مایده‌ترین گناه به خاطر ترس الله و نجات از دوزخ و ترس از دوزخ. پس بدانید که تقوا اهمیت بینهایت بزرگ دارد. اینقدر اهمیت دارد که الله رب العزت و الجلال کلمه اخلاص لا اله الا الله را کلمه تقوا نامیده است، چگونه که در سوره فتح آیه 26 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوى و كانوا احق بها و اهلها. و الزمهم کلمه التقوى. کلمه التقوى در همینجا تقوا، کلمه تقوا کلمه لا اله الا الله آمده است. پس این دلالت میکند که تقوا این بینهایت اهمیت بزرگی را در دین میبازد. و لا اله الا الله کلمه التوحید، این کلمه تقوا هست، این کلمه اخلاص است. بارک الله فیکم. و دومین این است که الله رب العزت و الجلال تمام بندگانش را، عامتا تمام بندگانش را و خاص مؤمنانش را برای تقوا ورزیدن امر نموده است. تقوا این امر الله رب العزت و الجلال است. نظر بکنید به سوره نحل آیت دوم که الله سبحانه و تعالی میگوید ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. با کدام از بندهش که الله سبحانه و تعالی خواست، ملائکه و روح یعنی جبرائیل علیه السلام به امر الله به نزد اون نازل می شود و بندگان باقی مانده را به واسطه رسولش انذار می دهد، تنبیه می دهد که نیست معبود بجز الله،
پس از الله بترسید. نیست معبود بجز من و از من بترسید، پرهیزگار باشید که الله سبحانه و تعالی این رو میگه. انا فتقونی، از من بترسید. و اینچین در سوره مؤمنون آیت 52 آمده است و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون. و هر آینه این امت شما امت یگانه است و من رب شمایم، پس از من بترسید. یعنی ایتا امرهای کرده من را بجا بیارید به امید رحمت و جنت من و از نهی کرده های من باز استید از خوف و ترس عذاب بزرگی من. بارک الله فیکم. و این چون در سوره زمر آیه 16 آمده است لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون. ای بندگان من بترسید، اطاعت من را بکنید به امید جنت و رحمت من و از گناه ها دست کشید به امید نجات از دوزخ و ترس از دوزخ. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران میگوید در آیت 102 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای آنانی که ایمان آوردید بترسید، اتقوا الله، به الله تقوا ورزید، یعنی اطاعت های الله را به خاطر الله و به خاطر رحمت الله و به خاطر ثواب و به خاطر جنت، امید بر جنت انجام بدهید و از معصیت و گناه دست کشید، ترک نمایید به سبب ترس الله و ترس دوزخ و حق تقوا را به جا بیاورید و شما نمیرید مگرم در حالتی که شما مسلمان هستید، یعنی در حالت کافر نمیرید. و این آیت هم دلالت میکرد که الله سبحانه و تعالی امر کرده است. ببینید سوره نحل، سوره مؤمنون، سوره زمر، سوره آل عمران، در همه اش الله سبحانه و تعالی من شما را امر میکند. علما در علم اصول فقه میگن الامر يدل على الوجوب، اصل امر دلالت به وجوب میکند الا ما يدل القرائن الى غیر ذلك. در سوره نساء آمده است آیت یکم را نظر میکنیم که الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقیبا. ای آنان یا که ای مردم از پروردگارتان ربتان تقوا ورزید. ای مردم از ربتان بترسید. رب شما همانی است که شما را خلق کرده است از نفس یگانه و از همین نفس زنش را خلق کرده است و از این زن و مرد دیگر مردها و زنهای زیادی را به وجود آورده است. پس از الله بترسید، به الله تقوا ورزید، یعنی اطاعت الله را انجام بدهید، عمل نمایید به امر کرده های الله به امید رحمت و ثواب الله و دست کشید از گناه و معصیت به خاطر ترس از الله و ترس از دوزخ. پس یعنی الله اول آدم را خلق نمود، بعد از این از آدم از قبرغای چپی کج آدم حوا را خلق کرد. خیلی که حدیث متفق علیه به این دلالت میکرد انهن خلقنا من ضلع الایسر استوصوا بالنساء خیره. زنها از قبرغای چپ مرد زن خلق شده است. زن اول حوا از قبرغا خلق شده است، آدم از خاک، زن از قبرغای چپ مرد و بعد از این از زن و مرد از نطفه دیگر باقی مانده من و شما فرزندان آدم علیه السلام. اینچون در سوره نساء الله سبحانه و تعالی در سوره 131 میگوید ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله. به تحقیق ما وصیت نمودیم آنانی که پیش از شما از اهل کتاب بودند و شما را امر میکنیم ایاکم، که یعنی شما را و اینچنین شما را وصیت میکنیم و یعنی فرض میکنیم به شما که اتقوا الله، تقوا ورزید.
از الله بترسید، یعنی امر کرده های الله را به امید رحمت الله و جنتش به جا بیاورید و از نهی کرده هایش باز استید، ترس از دوزخ. و این آیت های بود که 6 آیت یا که 5-6 آیت همه اش دلالت می کند که الله سبحانه و تعالی به جا آوردن تقوا را به ما امر نموده است. و این چنین وقتی که نظر به قصه های انبیا می کنیم می بینیم که تمام انبیا قوم خود را امر به تقوا کرده اند. خیلی که نوح را نظر می کنیم می گویند اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، زمانی که برادری اونها نوح گفت آیا تقوا نمی ورزید؟ آیا تقوا را پیشه نمی کنید؟ یعنی امرهای الله را برای به خاطر الله، برای جنت و رحمتش انجام نمی دید و از گناه ها دور نمی شوید ترس از الله. چگونه که همه این پیامبران قوم خود را به توحید دعوت کرده بودند، این چنین به تقوا دعوت نمودند، به توحید دعوت نمودند. خیلی که نوح علیه السلام گفتند یا قومی ما لکم من اله، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، الله را یگانه پرستش بکنید و غیر از الله دیگر الهی یعنی معبودی بر حق ندارید. پس در سوره شعراء این آیه 106 بود، این آیه که نوح علیه السلام قومشان را به تقوا دعوت کردند. و این چنین در سوره شعراء آیه 124 نظر کنید که الله میگه اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، زمانی که برادر اونها هود گفت آیا تقوا نمی‌ورزید، یعنی تقوا را پیشه بکنید. در سوره شعراء آیه 142 صالح، در سوره شعراء 146 لوط، همه اشون انم چنین یک سخن گفتند اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. در سوره شعراء آیه 177 اذ قال لهم شعیب الا تتقون و ابراهیم اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. و ابراهیم زمانی که به قومش گفت ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید و تقوا ورزید و این برای شما خیر است، خوب است اگر شما بدانید. باز میگیم تقوا اطاعت الله را انجام دادن، امرهایی که الله کرده است به جا آوردن به امید رحمت و جنت الله، و از گناه و معصیت دست کشیدن و ترک کردن، ترس از الله و ترس از دوزخش. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی خلقش را طلب نموده است که تاکی تقوا را تحقیق نمایند، بجا بیاورند. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم یگانه الله را پرستش نماید، ربتان آنی که شما را خلق کرد و آنی که پیش از شما بود، به امید این که تقوا را بجا بیاورید. سوره بقره آیه 21. و اینچنین الله سبحانه و تعالی میگوید الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سوره بقره آیه 183. و اینچنین ووصاکم به لعلکم تتقون، آیه انعام، سوره انعام آیه 153 که در اینجا الله سبحانه و تعالی طلب میکند که ما تقوا را تحقیق نماییم. پس مکان تقوا کجاست؟ تقوا در کجا است؟ تقوا در قلب است، اصلش در قلب است. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، این البته حدیث در روایت امام بخاری آمده است، ابو هریره رضی الله عنه میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. یعنی ببینید به یک دیگر حسد نکنید، به یک دیگر مناشره نکنید، به یک دیگر بغض عداوت نکنید، یکیتون با بالای تجارت یکی دیگر تجارت نکن و همه اتون یگانه بنده الله باشید، همه اتون بنده الله باشید و به هم دیگر برادر مسلمان باشید. دانید که مسلمان برادر مسلمان است، یا دیگرش را ظلم نمی کند، یا دیگرش را تحقیر نمی کند، یا دیگرش را خال و ذلیل نمی کند. و باید بدانید که تقوا اینجاست و تقوا اینجاست. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در این حالت به صدرشان اشاره کردند، به قلبشان اشاره کردند، گفتند تقوا اینجاست، به سوی قلب اشاره کردند و تقوا اینجا 3 بار. و بعد از این گفتند برای مسلمان، برای یک مرد کافی است از بدی کافی است که یک برادری مسلمان خود را تحقیر بکند. باید بدانید ای مسلمان که هر یک مسلمان برای مسلمان دیگر حرام است،
خونش، مالش و آبرویش. پس بارک الله فیکم، تقوا در قلب است. اما دیگر حالتهای تقوا، اصل تقوا در قلب است، اما تقوای عملی، تقوای زبانی وجود دارد. بارک الله فیکم. پس تقوا به خود ثمره ها و میوه ها دارد. البته پیش از این نگیم تقوا از چی چیز به وجود می آید. الله سبحانه و تعالی میگه الذين آمنوا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آنان که ایمان آوردند و تقوا ورزیدند، اینها کسانی هستند که اولیاء الله هستند و برای اینها حزن و غمگینی وجود ندارد. یعنی اولین سبب تقوا این ایمان کامل و ایمان قوی است. وقتی که ایمان قوی شد تقوا به وجود میاد و سبب قوی شدن ایمان این توحید است. پس اصل دین این توحید است. پس بزرگترین راه برای تقوا موحد بودن است. کسی که موحد نیست تقویش فایده ندارد. بعضی انسان ها را میبینید تقوا را فقط در ذکر میبینند، تقوا را فقط در یک چیز دیگر میبینند، اما توحید ندارند. ما میگیم اصل تقوا توحید است. موحد باش، مؤمن باش، از بدعت و شرک و خرافات دور باش، این تقوا است. و امرهای الله کرده را به جا بیار. و موحد کسی است که امرهای الله را به امید رحمت و جنت الله به جا می آورد و از گناه و شرک و معصیت و گناه و بدعت دست می کشد. ترس از الله و ترس از دوزخش. بارک الله فیکم. اما امروز تقوا را بعضی ها غلط فهمیدند، به مانند صوفی ها، به مانند رافضه ها و به غیره. اینها میگویند که تقوا به زبانت ذکر بکن، به نزد قبر رو در قبر طواف کن. تقوا همین است. در نزد اینها به درون تقوا کردن یعنی به درون ذکر کردن، یا که الله را هو گفتن، اعوذ بالله من ذلک. یک ذکرهایی که ما لم ينزل به سلطانه، ذکرهایی که الله یگان دلیل و یگان برهان سلطانی برای این نفرستاده است و باطل است. تقوا اولش توحید است و اولش ترک شرک است. کسی که توحید ندارد و کسی که از شرک دور نیست تقوایش یک ذره فایده ندارد. بارک الله فیکم. و بعد از اینکه تقوا به وجود آمد، بعد از اینکه توحید به وجود آمد، شرک نابود شد، یقین، صدق، محبت، اخلاص، انقیاد و قبول، شرطهای لا اله الا الله را به جا آوردن، همین تقوا است. و البته ذکر و اخلاص و عمل. و بعد از اینکه تقوای صحیح به وجود آمد، ثمره ها و فایده های تقوا به وجود می آید. تقوا سبب می شود که الله سبحانه و تعالی این انسان را دوست بدارد. خیلی که الله سبحانه و تعالی میگه ان الله يحب المتقین در سوره توبه 4 وقتی که آخر آیه رو نظر میکنیم، هر آینه البته الله تقوا کنندگان را دوست می‌دارد. و این چنین در سوره توبه 7 آمده است. در آخر آیه وقتی که می‌بینید میگه ان الله يحب المتقین، البته هر آینه الله متقین را دوست می‌دارد. متقین کیست؟ موحدین، کسی که اصلش موحد است، از شرک دور است، شرطهای لا اله الا الله را به جا می‌آورد، کفر بر طاغوت دارد و رکن های لا اله الا الله نفی و اثبات را تحقیق کرده است و بعد از این باقی مانده از واجبات و از مکملات ایمان را به جا آورده است. همین متقی هست و الله سبحانه و تعالی این را دوست دارد. بلا من اوفى بعهدی واتقى فان الله يحب المتقین. در سوره آل عمران هم الله در سوره 76 در آیه 76 میگه بله هر کسی که به عهدش وفا کرد و تقوا ورزید باید بداند که البته هر آینه الله تقواداران را دوست می‌دارد، متقین را دوست می‌دارد. پس اولین میوه تقوا این است که الله متقی را دوست می‌دارد. دومین ثمره و فایده تقوا این است که تقوا سبب رحمت الله سبحانه و تعالی در این دنیا و آخرت می‌گردد. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 156 میگوید فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. یعنی اول آیه را اگر نظر کنیم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. یعنی رحمت من بینواد وسیع است، به همه چیز رحمت من وجود دارد، اما حتما من این رحمتم را به کسانی نوشته میکنم که تقوا ورزند و زکات بدهند و به آیات های من ایمان بیارند. پس تقوا سبب رحمت الله سبحانه و تعالی است. واتقوا لعلكم ترحمون در سوره انعام آیه
پنجم آمده است تقوا ورزید، امید است که الله سبحانه و تعالی شما را رحمت بکند. سومین میوه و ثمره تقوا این سبب نصرت الله سبحانه و تعالی و کمکش به بندگانش میگردد. یعنی یک انسانی که تقوا میورزد الله دوستش میدارد. این سبب اول، میوه اول. دومش الله سبحانه و تعالی رحمتش در این دنیا و آخرت میکند. سوم فایده الله سبحانه و تعالی انسانی با تقوا را کمک میکند، تایید میکند. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هر آینه الله با همراهی کسانی هستند که تقوا پیشه میکنند و آنانی که محسن هستند. سوره نحل آیه 128. ان عده شهور عند الله 12 شهر، یعنی سوره تابوت 36 دور دراز که در آخر الله سبحانه و تعالی واعلموا ان الله مع المتقین، بدانید که الله با همراهی پرهیزگاران و متقیان است. سبحان الله. پس چهارمین میوه و فایده و ثمره تقوا این است که تقوا سبب می شود که الله سبحانه و تعالی این بنده اش را از ترس باز دارد، در امن و امانی نگه دارد و از تمام بدی ها در این دنیا و آخرت نگه دارد. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 35 میگوید یا بنی آدم اما اتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس هر کسی که تقوا ورزد و اصلاح شود هیچ ترسی و هیچ غمگینی و عذاب برای اون وجود ندارد. غمگینی برای اون وجود ندارد، حزن و غمگینی وجود ندارد. یا که در سوره زمر آیه 61 الله میگه و ینجی الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. و الله سبحانه و تعالی تقوا ورزان را نجات میدهد و فوزشان میدهد و برای اونها یگان بدی نمیرسد و برای اونها یگان غمگینی و حزن نمیرسد. و تقوا، پنجمین میوه تقوا این است که تقوا سبب می شود که قلب انسان نورانی باشد، قلب انسان وسیع باشد، انشراح شده باشد و قلبی با علم، با بصیرت باشد. یعنی قلبی باشد که گمراهی را از هدایت جدا کرده تواند، هدایت را از گمراهی، تاریکی را از روشنایی جدا کرده تواند، حق را فهمیده تواند. این یعنی تقوا سبب اصلاح قلب است. در سوره انفال در آیه 29 الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ای آنانی که ایمان ورزیده اید، اگر تقوای الله را پیشه بکنید بدانید که الله سبحانه و تعالی برای شما فرقانی را میبخشد، میگرداند که یعنی یجعل الله لكم فرقانا، الله سبحانه و تعالی برای شما یعنی چیزی جدا کننده حق و باطل را میدهد و تمام گناه های شما را نابود میکند و گناه های شما را میبخشد و الله در حقیقت صاحب فضل است، فضل بزرگ است. و در سوره حدید آیه 28 آمده است یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم. سبحان الله. این آیه هم دلالت میکند که ای آنانی که ایمان آورده اید از الله بترسید، تقوا را پیشه بکنید و ایمان بیارید به رسولش. اگر همین کار را انجام دادید، یعنی تقوا کردید و ایمان آوردید، الله به شما کفلین من رحمتی، یعنی رحمت زیادش را به شما میبخشد و برای شما نوری را عطا میکند که با این نور میگردید و شما را الله سبحانه و تعالی میبخشد و در حقیقت الله رحمان و رحیم است. و ششمین میوه تقوا این است که الله سبحانه و تعالی به بنده متقیش یک قوه را میبخشد که این انسان به سبب تقوا به شیطان غلبه میکند. چخیلی که در سوره اعراف آیه 201 آمده است ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یعنی البته آنانی که تقوا ورزیدند زمانی که برای اونها طائفه از شیطان ضرر رسانیده شد به یادشان می آید، تقوا میکنند و به سبب تقوا به یادشان می آید و اونها در حالت مبصرون هستند. پس تقوا میوه و ثمره و فایده دیگرش هفتمینش این است که تقوا سبب می شود که یک اجر و ثواب بزرگی را انسان کسب نماید. خیلی که در سوره طلاق آیه 5 آمده است ذلك امر الله انزله الیکم ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. هر کسی که تقوا بکند الله سبحانه و تعالی گناهایش را، بدیهایش را
کفران میکند، میبخشد، نابود میکند و برای اون اجر بزرگی را عطا میکند. و این تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. در سوره آل عمران آیه 179 الله میگه و اگر ایمان بیارید و تقوا را پیشه بکنید و پرهیزگار باشید بدانید که برای شما اجری بزرگی هست. و هشتمین ثمره و میوه و فایده تقوا این است که الله سبحانه و تعالی برای بنده تقوادارش رزق را وسیع میکند و خیرات و برکات را برای اون باز میکند. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 96 میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر هر آینه اهل قریه، اهل دهه ایمان بیارند و یک دیار، یک مردم، یک مکان، یک منطقه ایمان بیارند و تقوا ورزند، حتما برای اونها برکات‌های برکه زمین آسمان را باز خواهیم کرد. ولیکن اما میگد دروغ شماریدند، تکذیب دین کردند، پس ما آنها را گرفتیم و با آن گناهی که کرده بودن حساب کتاب کردیم، یعنی با عذاب سخت گرفتار کردیم. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره طلاق از میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوا بکند الله سبحانه و تعالی در هر یک مشکلیش آسانی را میبخشد، از هر یک مشکلی مخرجی را، کشایشی را میبخشد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و به این بندش رزق میدهد از یک جایی که نمیپنداشت. سوره طلاق و آیه 3. و نهمین ثمره و فایده تقوا این است که از بلاها و مصیبتها و از کسلی ها الله سبحانه و تعالی به سبب تقوا نجات میده. در سوره طلاق آیه 2 آمده است و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوا بکند الله سبحانه و تعالی برای اون مخرج و آسانی را میبخشد. و در سوره طلاق آیه 4 آمده است و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کسی که تقوا را پیشه کرد، تقوا کرد، الله سبحانه و تعالی در کارهایش آسانی را عطا میکند. و در سوره لیل آیه 5 6 7 آمده است فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. پس هر کسی که اعطا کرد و تقوا ورزید پس برای اونها از مشقت آسانی وجود دارد. و دهمین میوه تقوا این است که الله سبحانه و تعالی به سبب تقوا متقین را، تقواداران را نصرت بر بالای دشمنان میکند و از کید و فریب دشمنان نجاتشان میدهد و از بدی دشمنان، نقشه های بدی دشمنان نجات میدهد. پس امروز سبب ضعف این امت از کمبودی تقوا است، از کمبودی توحید است، زیرا که اصل تقوا توحید است و اصل تقوا دور شدن از شرک است. امروز چقدر امت اسلام کمبودی از تقوا دارند، کمبودی از توحید دارند، کمبودی در شرک دارند و در شرک واقع شدند، توحید را ترک کرده اند و تقوا ندارند. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران 120 آیات میگوید ان تمسسكم حسنه تسؤهم و ان تصبكم سیئه یفرحوا بها و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محیط. و اگر شما صبر بکنید ای مؤمنان و تقوا را پیشه بکنید، یعنی امرهای گفته الله را بجا بیارید به خاطر الله و برای امید جنت الله و رحمت الله و از معصیت و گناه و شرک و خرافات و بدعت دست کشید به خاطر ترس الله و ترس از دوزخش، بدانید که هیچ ضرری از کافران به سوی شما نمی رسد و کافرها برای شما فریب داده نمی توانند. و البته الله بما يعملون محیط، هر آن عملی را که شما میکنید الله محیط است، میداند و میفهمد. در سوره آل عمران آیه 125 آمده است بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مصومين. بله اگر صبر بکنید و تقوا بکنید، یعنی این وعده بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جهاد بود. و این چنین در سوره فصلت آیه 18 آمده است و نجینا الذين آمنوا وكانوا يتقون، و نجات دادیم آن کسانی را که ایمان آوردند و از جمله پرهیزگاران و تقوا کنندگان بودند. و ثمره 11 تقوا این است که الله سبحانه و تعالی عاقبت را برای متقین در این دنیا و آخرت کرده است. یعنی عاقبت حسنه، عاقبت نیکو و غلبه این برای متقین است در این دنیا و آخرت. خیلی که در سوره اعراف آیه 128 الله میگه قال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. این ارض، این زمین، این از آن الله است، صاحبش الله است. به کسی که خواست این ارض، این زمین را میراث میگذارد از بندگانش، به کسی را که خواست این زمین را میبخشد و عاقبت از آن متقین است. و این چنین در سوره هود آیه 49 میگوید تلک من انبیاء الغیب نوحیه الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقین. پس صبر بکن، البته عاقبت از متقیان است. در سوره قصص آیه 83 آمده است تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. عاقبت
و حسن الخاتمه بر متقیان است. و این چنین رعد آیت سوره رعد آیت 35 آمده است مثل الجنه التي وعد المتقون، مثال آن جنتی که برای متقیان وعده داده شده است، تجری من تحت الانهار، اون جنتی که از زیر تحت الانهار از زیرش نهرها جاری می شود، اکلها دائم و ضلال، تلك العقبى الدار و تلك عقبى الذين اتقوا و عقبى الكافرين النار. و این عاقبت این جنت عاقبت پرهیزگاران است و اما عاقبت کافران این دوزخ است. و در سوره بقره آیه 212 میگوید زین للذین کفروا الحیاة الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. برای کافران این حیات دنیا زینت داده شد و این کافران از مؤمنان ایمان آوردگان و از تقواداران مسخره میکنند. ببینید امروز کافران مسخره میکنند مؤمنین و موحدین را. پس مؤمنان در روز قیامت در بالای کافران هستند، در جنت هستند و الله برای اونها خودش هر چیزی را که خواست رزق میتد به یگان حساب کتاب. بارک الله فیکم. و 12مین ثمره تقوا این است که الله سبحانه و تعالی اهل تقوا را از موعظه و از درس و از گفتهایش از قرآن و سنت منفعت گرفتن را سبب میکند. یعنی انسان متقی کسی است که از قرآن و سنت و از امر معروف و نصیحت و دروس های علمی منفعت گرفتن را نصیب میکند و انسان متقی منفعت میگیرد و آیت قرآن سبب هدایتش میشود، چگونه که الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است و موعظه و هدى و موعظه للمتقین. یعنی این قرآن کتاب است که تصدیق کننده آن چیزی که از تورات و انجیل بود از حقیقت اسلام و هدایت و موعظه و نصیحت برای متقیان است. سوره مائده آیه 46 و این در سوره بقره آیه 66 میگه فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین. و این قرآن پشیمانی است برای کسانی که از این گویا روی گردانیده اند و موعظه برای متقیان است. و هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین. قرآن این بیان برای مردم است و هدایت و موعظه برای متقیان است. یعنی قرآن فقط برای متقین هدایت و موعظه است. سوره آل عمران 138 ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظه للمتقین. سوره نور آیه 34 میگه که قرآن این موعظه برای متقین است و هدى للمتقین. یعنی این قرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. سوره بقره دوم الله میگه این کتاب شک شبهه نیست، شک شبهه ندارد و این هدایت برای متقیان است. بارک الله فیکم. و ضیاء و ذکر للمتقین. پس ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان. و به تحقیق به موسی و هارون ما فرقان را نازل کردیم، عطا کردیم و نور و ذکر برای متقیان است. سوره انبیاء 48 و انه لتذکرة للمتقین. و این قرآن یک یادرس برای متقیان است، تذکره برای متقیان است. سوره الحق آیه 48. و فایده 13 و ثمره و فایده 13 تقوا این است که این صفت تقوا صفت اولیاء الله است. پس تقوا راه رسیدن برای دوستی الله است. یعنی کسی که خواهد که با الله دوست شد باید تقوا ورزد و تقوا این صفت اولیاء الله است. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیه 34 میگوید إن أولياؤه إلا المتقون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. البته اولیاهای الله نیستند بجز کسانی که تقوا دارند. یعنی اولیاهای الله تقوا داران هستند ولیکن اکثری مردم نمیدانند. بارک الله فیکم. و اینچنین در سوره جاثیه آیه 19 میگوید بارک الله فیکم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله ولی و دوست متقیان است. و در سوره بارک الله فیکم یونس الله سبحانه و تعالی در آیات 62 63 و 64 بیان میکند الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که اولیاء الله خوفی ندارند و برای اونها خوفی نیست و برای اونها غمگینی نیست. اونها که هستند؟ کسانی هستند که ایمان آوردند و تقوا ورزیدند. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. برای ایمان آوردگان، برای تقواگردگان، اینا که اولیاء شدند برای اونها بشارت است در این دنیا و در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله. هیچ تبدیل و دیگرگونی در کلمات الله نیست. الله ذلك هو الفوز العظیم و انمین یک بردباری بزرگی است. 14مین ثمره تقوا این است که تقوا به مانند یک میزان است که بنده را به اللهش نزدیک می کند. چخیلی که الله سبحانه و تعالی می گوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد الله تقوا دارترین شما است. ان الله علیم خبیر. سوره حجرات آیه 13. و این چنین
تقوا 15مین میوه تقوا این است که تقوا این بهترین آذوق است، توشه است که بنده در این راه به سوی الله میگیرد. چه که الله سبحانه و تعالی ذکر میکند فتزودوا، ای بندگان الله تزود بکنید، یعنی آذوق و توشه را جمع بکنید، شما عملهای صالح را جمع بکنید. فإن خیر الزاد التقوا، و بدانید که بهترین زاد این تقوا است، بهترین جمع آوری کردن این تقوا است. واتقون یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد از من بترسید، تقوا را پیشه بکنید. سوره بقره آیه 191. و این چنین از انس رضی الله عنه روایت آمده است که این روایت را امام ترمذی روایت میکنند و البانی تحسینش کردند، یعنی حسن خواندند، میگن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم انی اريد سفرا فزودنی، ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من میخوام که سفر بکنم، به من آذوق و توشه بده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه زودک الله التقوى، الله تقوای تو را زیاد بکند و آذوق یعنی توشه تو را در تقوا زیاد بکند. بارک الله فیکم. پس تقوا این سبب قبول عمل است. چخیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید انما يتقبل الله من المتقین، هر آینه الله از متقیان و پرهیزگاران عملها را قبول میکند. سوره مائده آیه 27 آخر آیت. یا که الله سبحانه و تعالی میگوید ولکن یناله التقوى منکم، چخیلی که سوره حج آیه 37 آمده است لا ینال الله لحومها ولا دماؤها، الله از این قربانی کردگی شما این لحم گوشت این قربانی را نمیخواهد و خون این را نمیخواد، بلکه از آن تقوایی که اینجا هست همین تقوا را میخواد. بارک الله فیکم. پس تقوا باید بدانید که قرآن بشارت برای متقین است. انما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر قوما لدا، سوره مریم آیه 97. بارک الله فیکم. باید یک چیزی خوبی را بدانید که 18مین فایده، ما البته 16 و 17 را گفتیم، 18مین فایده و ثمره و میوه تقوا این است که متقیان در این دنیا به هم دیگر دوست هستند و پرهیزگاران متقی در آخرت هم به هم دیگر دوست هستند. غیر متقیان در این دنیا و در آخرت هیچ کس به هم دیگر دوست شده نمیتونه. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره زخرف آیه 67 میگه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بخیل ها، کافرها، مشرکان در این دنیا که به هم دیگر دوست بودند در روز قیامت به هم دیگر دشمن میشوند، اما متقیان که در این دنیا پرهیزگار و متقی بودند در آخرت هم به هم دیگر دوست هستند. از الله میطلبیم که برادرای موحد را در آخرت هم برادران ما بگردان و سببی هم نشستمان گردان. بارک الله فیکم. باید بدانید که تقواداران این فائزان و نجات یافتگان و برد کردگان هستند. این میوه 19مین و فایده 19مین تقوا است. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیه 52 میگه و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقی فاولئک هم الفائزون، هر کسی که الله را اطاعت میکند و رسولش را اطاعت میکند و از الله میترسد و تقوا را پیشه میکند، پس بدونید که اونها برد کردگان هستند. و فایده 20 تقوا این است که تقوا این سبب نائل شدن به رحمت الله است. خیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید ساکتبها للذین یتقون. بارک الله فیکم. پس تقوا 21مین سبب و میوه تقوا این است که تقوا این صفت انبیا هست، تقوا این صفت صدیقین است. والذین جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون. بارک الله فیکم. پس تقوا سبب نجات بنده در روز قیامت است. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا، ما در روز قیامت تقواداران را نجات میدهیم. الله سبحانه و تعالی و ننجی الله الذین اتقوا بمفازتهم. پس ما این سبب های دیگر تقوا را که البته فایده های زیاد است به شما البته ذکر کردن و زیاد است، البته همش را ذکر کردن نمیتوانیم و این معنای تقوا و سبب های زیاد شوی تقوا و میوه ها و فایده های تقوا بود. پس برادرم و خواهر موحدم، بارک الله فیکم، تقوادار باشید، اما تقوای شما موافق قرآن و سنت به فهم سلف امت از قرون اول دوم ثانی باشد. تقوای شما مثل تقوای رسول الله، مثل تقوای صحابگان، زنهای رسول الله، زنهای صحابگان باشد. تقوای شما از پیش خود نباشد. تقوای شما مثل تقوای صوفی ها قبوری نباشد که از نظر شرک را انجام میدهند باز خود را تقوا میگند. تقوای شما مثل تقوای رافضه نباشد که قرآن را تحریف شده میگن، صحابگان را لعنت میکنند و چیزهای دیگر از کفریات و بعد از این خود را متقی میگیرند. اعوذ بالله من ذلک. کسی که شرک کرد هیچ تقوایی ندارد. تقوا در موحدین است.